یا خدای محمد، یا خدای علی، ساعت 3 ظهره، تشمین هونه برق خوزستان ساعت 3 ظهر دمای 60 درجه قطع کردن. مردم در زور گرما با رکابی آورن زیر دوش آب و والله علی که صبحش هم مسئولین تهرانی نتره خوزستان بیستن. آقا ما مردم خوزستان چه گناهی کردیم که ساعت 2 ظهر 3 ظهر برق قطعه؟ انشالله که مسئولین رسیدگی کنن به این قطعی برق. میگه از طرف ما بده برسه به دست مسئولین. آقا ساعت 3 ظهر و درجه گرما 50 درجه، تمام درختها خوش شدن از اون گرما. آقا گناه ما چیه؟ ما خو یه حق شهروندی میخوایم. آب، گاز، تلفن، برق حق شهروندیه. هر روز ما برق نداریم تو خوزستان. آقا مگه میشه ما صدامونو به کی برسونیم؟ انشالله که مسئولین رسیدگی کنن به این جریان.